بچه ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من حسین هستم و تو کانال من میتونید محتوای مختلف ریاضیات کتابای ابتدایی تا متوسط دوم رو ببینید و ازش استفاده کنید. توی این جلسه اومدم محیط و مساحت 3 تا شکل رو بهتون یاد بدم: دایره، مربع، مستطیل. اول میریم سراغ دایره. مساحت دایره چجوری انجام میشه؟ مثلا دایره‌ای داریم شعاعش 2، قطرش 4. چجوری اینو به دست بیاریم؟ مثلا عدد پی هم 3 بگیریم. مساحت فرمول مساحت دایره میشه عدد پی ضرب در قطر ضرب در قطر. پس مال این میشه چی؟ اگه 3 بگیریم میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 2. 2 تا 4 تا 3 شدم 12 تا. مساحت دایره شد 12. محیط دایره فرمولش عدد پی ضرب در قطر. فرقش اینه که یه قطر کمتر داره که میشه چی؟ 3 ضرب در 2 میشه 6. خب این از این. میریم سراغ شکل بعدی، مربع. مربع همه اضلاعش اندازش یکسانه. مثلا اینو بگیریم 2. مساحت فرمول مساحتش میشه 1 ضلع ضرب در خودش، یا همون ضلع یا همون دوباره یه ضلع دیگه. پس مال این میشه 2 ضرب در 2 که میشه مساوی 4. مساحتش 4. محیط فرمول محیط میشه 4 ضرب در 1 ضلع، یا همه اضلاع رو علاوه کنید چون اینم 2 اینم 2 اینم 2 2 4 6 8 فرق نداره. یا بنویسید 2 به علاوه 2 به علاوه 2 به علاوه 2 مساوی 8، یا بنویسید 4 ضرب در 2 مساوی 8. هر دو یکیه. شکل بعدی مستطیله. مثلا عرضش 2، طولش 3. فرمول مساحتش طول ضرب در عرض میشه مساحت مستطیل. طولش چنده؟ 3. 3 ضرب در 2 میشه 6. مساحت میشه 6. محیط دقیقا این همون مربع، با این فرق که اون اضلاعش یکی نیست تو مستطیل. حالا پس میدونیم این میشه 2، اینم میشه 3. پس میشه 2 به علاوه 3 به علاوه 2 به علاوه 3 میشه چی؟ 2 3 5 5 و 2 7 7 و 3 10. پس شد 10. خب امیدوارم این ویدیو هم مفید بوده باشه دوستان. حتما نظراتتون رو برام بنویسید، کامنت بذارید، سابسکرایب اینا فراموش نشه. دمتون گرم. تا یه ویدیوی دیگه، گودبای. من فقط توی ویدیو اشتباهی کردم. اینجا نوشته بودم قطر ضرب در قطر، این میشه شعاع ضرب در شعاع. اشتباهمو ببخشید. یه جام اینجا این قطره من به جاش شعاع نوشته بودم 2 که میشه همون 4 درستشه که میشه 3 4 تا 12 تا. دمتون گرم. سابسکرایب فراموش نشه.